سلام علیکم. سلام خوبید؟ اومدم آقا از اکانتم حالا همینطوری چیز که رونمایی از اکانت داشته باشید. چیز خاصی ندارم، یه چند تا بتل پس خورده بذار ببینم بازگشتی رو فقط میبینم. بکنم 3 تا هم غیر بازگشتی بتل پس خورده. 1 2 3 4 5 9 تا بتل پس بازگشتی خورده. جمعا 11 تا بتل پس 12 تا بتل پس خورده اکانت. این چیه؟ قشنگ. خب ببخشید. خب بریم آقا از اکانت رو نمایی کنیم. آقا اسم اکانتم داداشم آیبوم، اینویز کنم بازی رو. اسم اکانتم آقای آیبوم. 5 ماه لجند کردم. این اکانت خودم از اول خودم ساختم، یعنی کلش خودم بازی کردم. هیچ کس تو اکانتم نیومده این از کسی که سیفی زدم. خب ولش کما گلدا بچه گلد کم دارم. اینا سعی داشتم اسنایپمو پلات کنم ولی خب حالش نمیگیرم. داماس که 100% ندارم. دایموندم 3 تا دارم، 2 تا نایت، یه دونم دیگه. خب برم اینجا رو ببینم و اینا چیز اسکلتی. بعد بیام اینجا ببخشید اسکن دیلمتیک در حد مرگم بچه زیلاتو زدم. انقدر زیلاتو زدم دیگه نمیکشم. خب اینا که چیزای خاصی نیستن. این برای مولتیه، اینا برای بتله. دوباره بریم بیسیک. مسلما خیلی بیشتر بتل پلی میدم ولی خب اینا 579 مد 14254 تا کیل. یا خدا این 1000 خورده ای فکر نمیدونم چیه. بکنم 15 داره ولش کن. MVP هم 226 بار شدم. آها مچ 2957 تا وین 579 تا MVPش 626. خب بریم بقیهش. این اکانت چه تموم نمیشه. ای ریرامو دیگه نشون نمیدم. ریرام خیلی کمه به عنوان این کسی که 234 تا اپیک داره. ریراش خیلی کمه. خب اینجا بیام اسکینو از این ور شروع میکنم. برم تمامی نداره بچه. اگه صدا اومد معذرت میخوام. اینا این ریران دیگه چی بگم. همین اکانت هم بادا اینا دیگه فکر نکنم لازم باشه ببینید. یعنی فکر نکنم لازم باشه ببینید. اینو رفته بودم کاستوم 1 به 2 رفته بودیم و رفیقم لیفت داد برنده شدم بدون هیچ کیل. حالا اینا همینا بود. لودات هم میشه خیلی واقعا مسخره است. یعنی اینو ببینید. خب حالا بتل هم ولی چیز دیگه. یه چیزی رو نشون. کما رو نشون نداده. کمای چیزو کمای تورنمنتو تقریبا. این کمای چیزه اسمشو نمونده. نه چیزش باشه خیلی سفیدی میخواست ولی گرفتم رو دور اول. اینا حالا هواتون چطوره؟ انقدر زده منو اچس رو بهم نداده بچه. این هم اچس رو گرفتم. آره دیگه این هم که همه تون دارید. و بله خب آقا مرسی تا اینجا ویدیو همراه بودید. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. و بله دیگه
خدا نگهدار.